درود رفقا. یه مدت به خاطر شرایطی که داشتم نبودم در خدمتتون و میخوام از امروز پرقدرت ادامه بدم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد و ما رو در واقع کانال خودتون رو حمایت کنید. بریم سراغ بازی آنا موزیچاک و جوونجون که به نظرم قشنگترین بازی بخش زنان مسابقه نروژ چس بود. خیلی بازی درخشانیه و خیلی آنا تدارک درخشانی تو این بازی اجرا کرده. بریم با هم ببینیمش. آنا E4 آغاز میکنه بازی رو، E5 از C3 از F6 از F3 از C6 فیل B5 وارد شاخه 4 اسب میشیم. لاین اصلی اینجا از T4 هستش و اینجا آنا میتونست از در D4 بزنه و بعد در D4 E5 بازی کنه که تئوری داره و بازی جالبی میشه، ولی آنا اینجا تدارک خاص خودش رو حرکت استری 5 رو در واقع رو میکنه تو این بازی. استری 5 از نگاه انجین شاید کامل درست نباشه، ولی بازنده هم نیست و تدارک جالبی رو به خودش داره. وزیری 7 F4 وزیری 7 تک حرکت سیاهی که در واقع میتونه برتری خودش رو حفظ کنه، چون اگر وزیری 7 بازی نمیکرد پیاده عقب بود، ولی الان بعد وزیری 7 F4 از در B5 میزنه سیاه و بعد از در B5 D6 بازی میکنه، اسب سفید رو در واقع میرونه به عقب و وزیر در 4 میزنه و پیاده خودش رو پس میگیره. اینجا طبیعتا وزیری 2 حرکت خوبی نیستش، چون وزیرها هم تعویض میشه و سیاه 2 فیل داره، شاه سفید تو ایدو جاش خیلی خوب نیست. بنابراین اینجا آنا حرکت شاه F2 رو بازی میکنه که تدارک خودش بوده و فوق العاده از اینجا بازی جذاب میشه. بهترین حرکت سیاه اینجا حرکت از G4 کیش بوده که تو بازی هم انجام میده و بعد حرکت شاه G3 اینجا بهترین حرکت وزیر G6 بوده که جوونجون در واقع حرکت اشتباه شاه D8 رو بازی میکنه. وزیر G6 ادامه خیلی ساده ای داشت. طرحش این بود که اگر در واقع سفید از در صف بزنه شاه D8 بیاد و اگر سفید رخو بزنه اسیس کیش بده و وزیر رو بگیره. بنابراین سفید از در صف نمیزد و اس 4 مثلا بازی میکرد و بعد وزیر H5 H3 از F6 وزیرها هم تعویض میشدن و به راحتی احتمالا این بازی متعادل پیش میرفت و منچه مساوی خاتمه پیدا میکرد. ولی جوونجون اینجا اشتباه کرد و در واقع آنا هم رو اشتباه جوونجون بود که این شاخه رو بازی کرد و حدس میزد که اینجا هر کسی احتمال داره شاه D8 بازی کنه. شاه D8 چرا شاه D8 حالا؟ چون که سفید داره رخ 1 بازی میکنه و وزیر سیاه رو در واقع داره میگیره و از اون ور داره از در 3-7 رو هم میزنه و سیاه باید با شاه D8 جفت اینها رو در واقع دفاع کنه اگر حرکت وزیرش چون نبینه. شاه D8 رو جوونجون بازی کرد و آنا کاملا این شاخه رو تدارک داره برای جوونجون. فوق العاده تدارک جذابی هستش. H3 بازی میکنه، لاین 1 استاک فیش از F6 D3 بازی میکنه، میرونه به وزیر G6 رو شاه H2 بازی میکنه. کاملا نشون میده که آنا تدارک داره، همه رو داره لاین 1 بازی میکنه. H5 شاید بخواد جوونجون استفاده ای کنه از C4 قربانی بده چیزی، ولی آنا کاملا تدارک داره و به بازی مسلط از 4 بازی میکنه. وزیر H7 رخی 1 فیل D7 A4 همه اینها تدارک هستند. A6 لاین 1 داره بازی میشه رو صفحه از D4 فیل E7 و اینجا تنها جاییه که آنا از تدارک خودش در میاد. باید اسب D3 بازی میکرد با تر از C5 ولی شاه C1 بازی میکنه. شاه C1 هم حرکت بدی نیستش، یه خورده برتریش کمتر میشه. رخ E8 وزیر F3. به تک تک حرکات نمیپردازیم چون خیلی بازی سختیه و واقعا دو طرف اشتباهات زیادی داشتن چون سطح بازی خیلی بالاه و واقعا به تک تک حرکات نمیشه گیر داد. حالا شاید لاین 1 انجین رو بازی نکرده باشن، ولی میگم واقعا نمیشه این بازی رو مخصوصا از طرف سیاه دفاع کرد، چون مثلا حالا اینجا سیاه میگه شاه C8 اگه میکرد 50 صدم سفید بود، C6 مثلا مثبت 1 ولی جفتش رو قطعا سیاه بدتره و خیلی سخته انسانی بخوایم این بازی رو با سیاه دفاع کنیم. جوونجون C6 میکنه، فیل D2 از D5
وزیر F2 بهتر بوده از نگاه انجین وزیر G3 بازی کنه، اصلا مهم نیست. وزیر F2 میکنه آنا C5. از F3 A5 از نگاه انجین بهتر بوده برای سیاه. فیل C6 میکنه جوونجون و آنا از این به بعد رو فوق‌العاده ادامه میده با حرکت از G5 تک حرکت برد خودش رو در واقع بازی میکنه، میشینه به وزیر و بعد وزیر G8 حرکت از F5 رو هم بازی میکنه، دوتا اسباش رو در واقع به زیبایی مانور میده و میاره جلو. سیاه فیل F8 میکنه جوونجون و آنا حرکت C4 رو بازی میکنه، میشینه به اس از C7. بهترین حرکت اینجا از نگاه استاکیش فیل A5 بوده، ولی آنا هم حرکت خوبی رو بازی میکنه، حرکت B4 رو بازی میکنه، میخواد که در واقع توی جناح وزیر به ساختار پیاده جوونجون ضربه بزنه، ولی جوونجون نمیزنه و حرکت G6 رو بازی میکنه و اینجا آنا قربانی فوق‌العاده جذابی رو میده، حرکت از سر D6. اصلا به علامت‌های انجین دقت نکنید، از سر D6 حرکت بلاندری نیستش و برتری رو برای آنا همچنان حفظ میکنه. حالا از نگاه انجین سفید بهتر بود از E3 مثلا بازی میکرد، ولی از سر D6 خودش خیلی بازی رو جذاب کرد و بعد فیل در D6 به در C5 طرح در واقع آنا بوده. فیلی 7 D4 بازی میکنه آنا که ظاهرا بهترین حرکت نیست و باید حرکت فیل A5 رو بازی میکرد همچنان و اسب C7 رو آچمز میکرد. D4 بازی میکنه F6 تک حرکت دفاعی درست از جوونجون که طبیعتا اگر سفید میخواست اسب رو بکشه سیاه پیاده C4 رو میزد و آنا حرکت درست D5 رو بازی میکنه. F در G5 ر در C6 ب در C6 F در G5 یه سری تعویضا انجام میشن توی بازی و حرکت رخ آ1 رو بازی میکنه آنا که اینجا جوونجون باید حرکت وزیر A2 رو بازی میکرد که خیلی حرکت سختیه و میاد حرکت وزیر A4 رو بازی میکنه، برتری خودش رو کمی از دست میده، در واقع بازی متعادل میشه و آنا حرکت فیل F4 رو بازی میکنه از D5 فیل D6 و فیل D6 از نگاه انجین بلاندره که با حرکت اشتباه جوونجون در واقع مواجه میشه. اینجا جوونجون باید به راحتی فیل در D6 میزد و مثلا بعد از رخ دری 8 شاه دری 8 سه در D6 وزیر رو هم میذاش F4 و وزیرها رو هم تعویض میکرد و به راحتی این بازی رو به برد تبدیل میکرد. اگر هم مثلا سفید بخواد کیش بده سیاه شاه D7 میکنه و در واقع راه رخش باز شده و میتونه مثلا اگر سفید بخواد وزیرها رو نزنه که طبیعتا پیاده D6 G5 سقوط میکنن، اگر هم میخواد وزیرها رو تعویض کنه که خب سوار عقب به راحتی این بازی رو میبازه سفید، ولی جوونجون این حرکت فیل در D6 و بعدش از همه مهمتر وزیر F4 رو ندید و حرکت بلاندر آنا موزیچاک رو با حرکت اشتباه شاه D7 جواب داد و بازی که به راحتی میتونست به برد تبدیل کنه رو به مثبت 4 پیاده آنا موزیچاک تبدیل کرد. آنا حرکت وزیر F7 رو بازی میکنه و اینجا جوونجون خودش رو با یک حرکت در واقع مات میکنه، با حرکت رخ D8 خودش رو با حرکت وزیر E6 کیش مات میکنه. امیدوارم که از این بازی پرهیجان و خلاقانه آنا لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو بعدی، ارادت.